اینا شوچکا کندن سویتوی من مرد вообще مرد. من گرسید به 3-4 بار زنگ زدم بعد اومدن تو همین یک شب 2 شب زر زدن نمیتونم. من نبی و رحیمه ساکن همین دوشنبه شهر دوشنبه همین بینو کوچه لاهوته 8 دروب 6 خانه 25 به زندگی میکنم 18 سال شده است من روز اینجا زندگی کردم. من میدونید من همه وایما همین چی قوتم بود من همین برای تاجیکستان بخشیدم. من کار کردم ما با 90 سال به چخیل ویا شد جنگای گرجدنی شد شهروندی ما فقط کابینت بودیم شب روز کابینت بودیم همه کابینتش بود شب روز ما خوب نمیدیدیم. خیلی مهنت کردم انا من چقدر مدال دارم پادپالکومنیک میلیتسیا رتبه پادپالکومنیک میلیتسیا دارم. من اینجا به یک خودم زندگی میکنم یک خودم. این امی از ماه ایون اومدن گفتن که همه جمع شود. ما گفتم قرار حکومت شهر داریم باید اینجا غلطونیم در جایش نوسترویکا کنیم ده خانوی نو کنیم جمع شویتون. ما همه جمع شدیم اونو نه اومدن بعد هم کتی چند روز گذشت بعد با اینو بعد دویم بار اومدن ما جمع کردن خودشون شرایطشون پیش ما بموندن. انم خیلی همجا به ما خانه میسازیم انا کی میخواست انا خیلی از همینجا خانه گیرد ما یاردم میکنیم رویتون انا کوارتیر ارنده پولی ما میتیم. Заболела ковидом 22 июня. Шансов встать на ноги у меня нет. Компания, которая ломает наш дом, как последний вандал какие-то, даже с нами не считаются. У нас вот при застройке они разрушают дом, у нас все трясется, трескается потолок. Понимаете? Жить невыносимо. Когда наши требования не выполняются ни по каким законам. Если сейчас зима на дворе, есть закон, жилищный кодекс существует. Куда мне на квартиру идти? Сколько мне Бог даст еще прожить? 68 вот в таком положении. Я сказала, ни на какие уступки вы не идете, я не пойду. Вот хоть убейте меня. من به یک چند تا خانه هایم اینو من به پیشنهاد کردم خانه هایی که انا همین خیلی 3 خانگی 4 خانگی از طرف ستار ایرپورت تا تانکا من به خانه ها با معقول نمیم با من رفتم دیدم خانه من به معقول برای چی من اونجا روم وقتی خانم سنتر به مرکز به من خانم این یک من گفتم که نه من باید رفتنم در کار من با پول در کار پول خانمتتون اونو من به $600 گفتاشتین $600 با من خانه خریدم میتونم اکو ما گفتم که اکو کوادرات متری نرخ بازاری چی که این خانه مالکی من مالکیت شخصی من فهمیدید من چند پول بخواستم همینه میفروشم من پیش اونو نرفتم من خانم اونو با پیشنهاد نکردم که خانه من خریدتون گفته اونو آمدن نزد من اونو به خانه من در کار برای من گفتم که نه من $600 نه من به همینه گفتم 2 برابرش تیتون خواهی گفتم من گفتم مرحمت من خانه من خالی میکنم شتاب که من همین پول به خانه خریدتیم اونو روزی نیستن انا خواستی $600 نخواستی مرحمت چخیل که خواستی انم جا زندگی کن حضورم پادیز به یک خودم موندگی از 4 طرف غلطون داشتین شب روز من اونجا زندگی کرده نمیتونم شب روز دیگه سویت سپیسیال نکشتن سپیسیال من تو 2 شب خوب نکردم تو آدم آوردم از گرسه تو و یا ساس کردن من میدونید عصبم خراب شد نه تو فقط من انا همسیام خیلین همشون اوج کسلی شدگی عصبشون ویران شدگی مرحمت لوبای پادیز به درویتون بینتون احوالشون لوبای پادیز به همه من خودم توضیح کردم منم آخرام پیشتش بیام آمدم او همه خیلی کردم اینه بعد از اینجا کندم بعد پایون کندم از بینو شیطه کندم
اینا از ماه اکتبر تا حاضر هوای برق نیست و همین موقع جنگ و جوش و حقیقتی اینا کسان میگم بجونم من 3 ماهی پر شد که من برق ندارم با مخصوص از آشیانه سیوم تربه ها رو بریدن تربه من همه خیلی اینا آب گذشت 5 روز من اینقدر دواب کنادم نه دوم پراولینی نه چی همین یگانه участковый милиция وی ناظر منطقه فیروز کرده آمدم همونو آمده جنجال کناندن بعد از اینجا استوار جیغ زناندیم آمده وضعیت ما دیدم تا حالا همین نصف پوچم در درون آب من 3 روز آب برآوردم آخه من این خیلی چه زندگانی کنم منم خدا بشکر فرزند دارم نبیرم دارم این اولش نگاه کنید من تا کدام درجه من 1 ماهی پر شده است یگان کس حالی من گوش نمیکند یگان نفر من رئیس جویم آوردم خودشون با چشمشون دیدن گفتم که اکت کنید اول اکت نکردم پروکراتور شهر می نویسم گفتم که بعد مجبور شدن امضا کردن هم یگانه ناظر منطقه یادم کنم اینجا تماما در درون آب میگو که من 1 ماه نه کمتر خوب شد من وضعیت میبلو رو ببینید همش تا بالا مقام دین آمده با اصلا شم داشتم همیشه پاک کردم که تماما مغور نه درون اینه دیده میشد نه بیرون اینه نگاه کنید من حالا اولش من خیلی در درون آب تا نصف در درون آب بود من همین تاجدین و چند کارگرش اومده دیدم با بوشوش هم اومده دید دیگرش هم اومده دید اینا درونش هم من نه خوخ شده است اقلا همه قوه برق باشد که من کمکه خوخ کنم حیانه من مهنت همه حلالم 33 سال کار کردم همین نوک قلمم قطعی افتم برای انبا ما میدونید ما جمع شدیم ما ادوکت هم گرفتیم ما حکومت شهر دوشنبه رفتیم یکم جانشینی همین حکومت برفتیم ما رفتیم قبول رئیسی شاه منصور برفتیم ما رفتیم گلاو ارکیتکتور رفتیم ما پروکراتور بنویسیم هیچ کس ما با یاردم نمیکند هیچ کس داد ما با نمیرسد اینا دیدن که ما هیچ کار کرده نمیتونستیم از اینم بدتر کردستیم آبای محکم میکنن سویتوی سپیڅیال نمیکشن فهمیدید خانه‌های زتاب میکنن انا حضور میدروید مرحمت انا یک تا خانه ببینید چه زتاب همه چیزش رسوا شدگی فهمیدید آدمای کسل نمیتونن خسته پاچشون کار نمیکند خوبن احوالشون در اومده بینیتون اگر خواستون مرحمت لبای پادیز به درایتون